سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال صدای دل. امروز ما تصمیم گرفتیم که یکی از قهرمانای فیلم قول بورак سوینچ یعنی فاتح معلومات دهیم. برای پیشرفت ما و شما فکر و عقیده های خود را در کامنتار نویسید و لایک را فراموش نکنید. در کانال ابونه شوید و دوستان خود را دعوت نمایید. برای دستگیری همه شما تشکر زیاد و شما تماشای با فراغت خواهانم. بورак سوینچ 27 اکتبر سال 1985 در استانبول تولد شده است. مکتب میانه را او در زنگولدر خوانده است. پدر و عمکش با موسیقی مشغول بودند. بورак از کودکی با پدر و عمکش موسیقی را دوست می داشت و در سن 11 سالگی بورак به اسباب‌های موسیقی شوق زیاد پیدا کرد. بورак را پدرش به مکتب موسیقی زنگولدر می دهد. او مکتب موسیقی زنگولدر را ختم نموده به استانبول می آید. در استانبول به دانشگاه تکنیکی یلدیز در فاکولته صنعت و دیزاین تحصیل را ادامه می دهد. بورак به تئاتر بسیار می رفت و شوق اکتوری را در دلش بسیار پیدا کرد. یک روز در تئاتر منیجری حاضره آن یپرک آتیش و نسلیخان اوزر در سلسله فیلمی به خاطر پدر در صحنه با او کار میکند. از استعداد بورак آنها پی میبرند که او بهترین اکتور میباشد. اولین فیلمی که او بازی کرده است در سلسله فیلمی برای بحر پدر آغاز یافته است. بورак را بسیار آدم‌ها شناختند. بورак در بسیار فیلم‌ها اشتراک کرده است. بورак سالهای 2013 تا 2015 در فیلمی وادی گرگان، دام، کورتلار ودیس، پوسو در نقش تیمور بازی کرده است. استعداد بلند او را دیده او را به فیلمی سوز یعنی قول دعوت میکنند. او از سال 2017 تا 2019 در فیلمی قول سوز در نقش فاتح بازی کرده است. او در بسیار سلسله فیلم ها اشتراک کرده است. او نه تنها اسباب‌های موسیقی را می نوازد بلکه صنعتی آوازخوانی زیبایی دارد. ناگفته نماند بورак سوینچ 1 اوگوست سال 2015 با شیرین گیلازور خانه‌دار می شود. او تویش را در زادگاهش زنگولدر می گذراند. همسر او هم مثل خودش در بسیار سلسله فیلم ها اشتراک کرده.